امروز اومدیم با این مسابقه خفن بین دو تا رسلر کله خر گردن کلو. انصافا مسابقه تماشایی و خفن و هیجان انگیزی بود که دو تا گردن کلفت رو بندازن به جون هم غیر قابل پیش بینی بود و این مسابقه رو خفن میکنه. دو تا کشتیگشکار رو تو دوران اوج بندازن به جون هم و غیر قابل پیش بینی بشه. مسابقه های امروزی همشون قابل پیش بینی هم، ولی این یه شخص خیلی غیر قابل پیش بینی بود. و اینجا میبینیم یه کلوزلاین میزنه آندرتیکر و اینجا یه مشت سنگین از آندرتیکر و وارد رینگ میکنه استون کولد و یه استانر و اینجا سرشو میکوبه به ترامباکل، یه بیگ بوت میزنه و اینجا پرتش میکنه میخوره به داور. یه کلوزدان از استون کولد و یه ضربه صندلی که استون کولد پخش زمین میشه و یه چوکستم از آندرتیکر و اینجا کرتانگل میاد دخالت میکنه و استون کولد برنده میشه با دخالت کرتانگل و آخر مسابقه جشن میگیرن و آبجوخوری میکنن.